یکی از ترسناکترین جنایت‌های سال پرونده مرد شیطان صفتی بود که با کمک خواهرش دختران فراری رو به خونه وحشت می‌کشوند. ماجرای هولناک سرنوشت دختران جوان در خانه وحشت که بیشتر شبیه فیلم‌های هالیوودیه. سعید یکی از دختران خانه وحشت رو 3 سال و دیگری رو 8 ماه در کمد حبس کرده بود. سلام، به کانال سرنخ جنایی خوش اومدید. با یک پرونده جنایی دیگه در خدمتتون هستیم. ممنون میشم که با لایک کردن این ویدیو و زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. آذر ماه سال 1400 بود که مأمورین نیروی انتظامی در اجرای طرح‌های پلیسی خودشون وارد یک پاتوق مرموز در خیابان خرمشهر محله کمیل میشن. به محض وارد شدن به این پاتوق با مرد میان سالی که تو خونه حضور داشت روبرو شدن و بعد به بازرسی خونه پرداختن که با جسد یک دختر جوان که داخل 21 کیسه زباله بسته‌بندی شده بود مواجه شدن و در ادامه با یک دختر 20 ساله که داخل کمد دیواری و یک دختر 21 ساله که داخل اتاق زندانی شده بود روبرو شدن. بلافاصله بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران همراه با تیمی از کاراگاهان پلیس آگاهی برای تحقیق وارد صحنه جرم شدند. 2 دختر جوان که یکی از اونها 3 سال و دیگری 8 ماه قبل پس از فرار از خونه‌شون در چنگال این مرد شیطان صفت به نام سعید گرفتار شده بودند اونجا حضور داشتند. این 2 دختر ادعا کردند که وقتی سعید متوجه فرار یکی از دختران محبوس تو خونه میشه اون رو جلوی در خونه گرفته و بعد از انتقال به داخل خونه به قتل رسونده و ما رو هم تهدید میکرد که اگر به فکر فرار باشیم ما رو میکشه. این دخترها ادعا کردند که تو این مدت تنها نان خشک و آب غذای اونها بوده و از ترس جرأت اعتراض یا فرار نداشتن. مرد میانسال که نگهبان جسد و 2 دختر فراری بود تو همون تحقیقات ابتدایی گفت که برادرم با همدستی خواهرمون دختران جوان رو به قتل میرسونده. کاراگاهان که احتمال میدادن سعید برای سرکشی به خونه برمیگرده در کمینش نشستن و خودروهای پلیس از صحنه جرم دور شد تا اینکه ساعت 8 شب عامل این جنایت به محل جرم بازگشت و تیم جنایی پلیس آگاهی تهران در یک عملیات غافلگیرانه سعید رو قبل از اینکه از ماجرای حضور پلیس و فاش شدن قتل هولناکش باخبر بشه دستگیر کردند. تجسس‌های پلیس ادامه داشت و کاراگاهان در ساعت 8:30 شب در عملیات دیگه‌ای خواهر قاتل رو تو مخفیگاهش در همون منطقه دستگیر کردند. در تحقیقات میدانی و بازجویی از متهم مشخص شد که سعید سال 93 در یک پرونده جنایی به اتهام قتل غیر عمد یک زن بازداشت و به پرداخت دیه محکوم شده و بعد از آزادی به صورت اقصا دیه زن جوان رو پرداخت میکنه. سعید در پایانه مسافربری جنوب برای مسافرخونه‌ها و هتل‌ها مسافر پیدا می‌کرده و زمانی که با دخترای فراری روبرو می‌شده با این بهانه که به دختران مجرد اتاق نمیدن با چرب زبونی اونها رو برای نیت شوم خودش به مخفیگاهش در خیابون خرمشهر کشونده. دختر جوانی که به قتل رسیده روز جنایت که 4 ماه قبل از کشف پلیس بوده تصمیم به فرار گرفته که عامل جنایت با اطلاع از نیت دختر جوان و زمانی که خواهرش هم تو این پاتوق شیطانی حضور داشته با پیچ گوشتی این دختر جوان رو به قتل میرسونه و برای اینکه راز این جنایت پنهان بمونه جسد رو تو خونه و داخل کیسه های زباله نگهداری میکرده. اما سعید این موضوع رو تکذیب کرده و در گفته های خودش ادعا کرده که این دختر به دست دختران حاضر در خونه به قتل رسیده. اونطور که همسایه های این خونه گفتن رفت و آمدهای زیادی به خانه سعید میشده. یکی دیگه از اونها گفته گاهی صداهایی که از خونه سعید بیرون می اومد زیاد بود و به نظر می رسید جز خودش و خواهرش چند نفر دیگه هم اونجا هستن. یک مرتبه هم حتی من صدای زنی همراه با دختر خردسالش رو شنیدم. سعید با مادر بچه دعوا شده بود و کتک کاری می کردن. زن فریاد می زد و کمک می خواست. من با پلیس تماس گرفتم و خبر دادم اما هیچ کس نیومد. یک بارم صدای افتادن چیزی تو حیاط رو شنیدم و همه همسایه ها جمع شدیم. دختری با سر و وضع نامناسب از پنجره
خونه سعید آویزون شده و خودش رو به حیات انداخته بود. اون شرایط جسمی و روحی خوبی نداشت و میگفت سعید اون رو چندین روز تو خونه‌اش زندانی کرده، اما دیگه طاقت نیاورده و تصمیم گرفته برای نجات خودش از پنجره بیرون بپره. برآوردهای اولیه پزشکی قانونی نشون میداد که دست کم 4 ماه از قتل دختری که جسدش در خانه وحشت کشف شده میگذره، اما چطور تو این مدت هیچ کدوم از همسایه‌ها متوجه وجود این جنازه و بوی تعفن اون نشدن عجیبه. یکی از این همسایه‌ها میگه نمیدونم رفت و آمدها به خونه اون چه زمانی انجام میشد که ما هیچ کس رو نمیدیدیم. ما فقط صداهایی رو که از خونه بیرون میومد میشنیدیم. وقتی فهمیدیم که پلیس تو خونه سعید جنازه کشف کرده خودمون هم شوکه شدیم، چون تا اون زمان هیچ بویی تو ساختمون نمیومد. درباره 2 دختری هم که تو اونجا زندانی شده بودن ما هیچ صدایی از اونها نشنیدیم. فقط وقتی مامورا اونها رو پیدا کردن دیدیم که خیلی بیحال بودن، به قدری که حتی نمیتونستن راه برن و همسایه‌ها مقداری غذا به اونها دادن تا بتونن خودشون رو تا ماشین پلیس برسونن. تحقیقات اولیه از 2 دختری که تو خونه سعید زندانی شده بودن نشون میداد که اون برای فریب اونها خودش رو مأمور پلیس معرفی میکرده. زهرا یکی از قربانیان این جنایت گفت مادرم وقتی منو باردار شده بود پدرم خیلی تلاش کرد تا من سخت بشم و همین کارها باعث شد از ناحیه پا دچار معلولیت بشم. پدرم منو سربار میدونست، دیگه نمیتونستم تو اون خونه با نگاه‌های سرد پدرم و اطرافیانم بمونم. بنابراین تصمیم گرفتم به ترکیه مهاجرت کنم. کمی پول جمع کردم و از خونمون تو اسلامشهر فرار کرده و به تهران اومدم. میخواستم به کمک یک قاچاقبر به ترکیه برم که تو دام سعید گرفتار شدم. منو به خونه و نزد خواهرش برد. سعید منو مورد سوء استفاده جنسی قرار داد. از صحنه‌های این ارتباط‌ها با من هم فیلم می‌گرفت. سعید منو مورد سوء استفاده جنسی قرار میداد. از صحنه‌های این ارتباط‌ها با من هم فیلم می‌گرفت. اون علاوه بر این فیلم‌ها منو بارها مجبور کرده بود که مقابل دوربین به مسئولان نظام و کشور و مقدسات توهین کنم. اون حتی تهدید می‌کرد که اگر به فکر فرار باشم با انتشار فیلم‌های خصوصی آبروی خانواده‌مو میبره. اون خودشو سرهنگ معرفی می‌کرد. تهدید می‌کرد فیلم توهین من به مسئولان رو در اختیار همکارانش قرار میده و پرونده سیاسی برای من تشکیل میده تا به اعدام محکوم بشم. از ترسم مجبور شدم تو اون خونه بمونم. سعید این فیلم‌ها رو از بقیه دخترها و حتی دختر کشته شده هم گرفته بود. اون شبم که اون دختر جوان رو کشت جسدش رو به حموم برد. چند روزی اونجا نگهداری کرد و بعد به اتاق برد و تو کمد گذاشت. برای اینکه بوی جسد تو فضا نپیچه هر روز ساعت‌ها عود روشن می‌کرد. من از اون وحشت دارم. اگر آزاد بشه منو به قتل میرسونه. از ترس اون برای همیشه به ترکیه میرم. دختر دیگه‌ای که نزدیک به 3 سال داخل کمد خونه سعید زندانی بود گفت من نزدیکی مسافرخونه با سعید آشنا شدم و فکر می‌کردم که اون مرد قراره به من پناه بده، اما اون تو خونش زندانیم کرده بود و اجازه خروج نمیداد. هم خودش از من بیگاری می‌کشید هم خواهرش. منم جرئت نمی‌کردم از ترس چیزی بگم. البته بیرون از اینجا هم کسی رو نداشتم و خانواده‌ام منو طرد کرده بودن. پدرم معتاد بود و مجبورم می‌کرد بیرون از خونه هر کاری انجام بدم و با پول اون برای شیشه بخرم. به همین دلیل 3 سال قبل از خونمون در تهران پارس بیرون زدم و تو دام سعید افتادم. تو مدت 3 سالی که تو خونه سعید زندانی شده بودم 2-3 دختر دیگر رو هم دیدم که یکی از اونها بعد از مدتی از پنجره فرار کرد. 2 نفر دیگه هم ظاهرا خانواده‌هاشون ردشون رو زده بودن و برای همین رفتن. همیشه وقتی قربانی جدید به خونه می آورد جای بقیه دخترها رو جابجا می‌کرد. تو اتاق، حموم یا سرویس بهداشتی قرار میداد تا کمتر همدیگر رو ببینیم و نتونیم فرصتی برای فرار پیدا کنیم. درباره این دختری هم که به قتل رسیده چیز زیادی نمیدونم. هنوز 1 ماه نشده بود که به خونه سعید اومده بود که تو درگیری به دست اون به قتل رسید. این دختر میخواست بره اما سعید بهش اجازه نداد و با همدستی خواهرشون رو به قتل رسوند. سعید از ترس اینکه همسایه متوجه سر و صدای این دختر نشن از خواهرش خواست تا بهش پیشگوشتی بده. خواهرش پیشگوشتی رو به سعید داد و سعید هم ضربه‌ای به دختر جوان زد و اونو به قتل رسوند. حدود 4 ماه بود که جسد اون دختر رو کنار من داخل کمد گذاشته بودن تا اینکه مأمورا وارد خونه شدن. با توجه به گفته‌های این دخترها مأموران از سعید به عنوان متهم اصلی خانه وحشت تحقیق کردند. اون در مواجهه با 2 دختر نجات یافته اعتراف کرد که فیلم‌های سیاه رو از اونها گرفته و در فلشی نگهداری کرده، اما درباره بقیه فیلم‌ها سکوت کرد. همچنین مدعی شد اون فیلم‌های سیاه برای این بوده که بگم خود دخترها تمایل به برقراری این رابطه‌ها داشتن. سعید درباره انگیزش از زندانی کردن این دخترها هم گفت از خانم‌ها متنفرم و به
همین دلیل اونها رو تو خونم برای مدتی حبس می‌کردم. در جریان تحقیقات ماموران متوجه شدن این متهم برادری داره که به خونه وحشت رفت و آمد داشته. اون گفت برادرم و خواهرم اجازه نمیدادن که من زیاد به اونجا رفت و آمد کنم. از جرایمی که اون مرتکب شده بود اطلاعی نداشتم. فقط یکی از دخترها رو چند مرتبه تو اون خونه دیدم که برادرم میگفت اون همسرشه. بعد از اون که برادرم دستگیر شد تازه فهمیدم چه جرایمی رو مرتکب شده. محمد وهابی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران هم در این باره گفت از متهم در ارتباط با قتل 2 زن که جسدشون در حوالی خونه وحشت پیدا شده در حال تحقیق هستیم. علاوه بر اون چون هویت مقتول هنوز مشخص نیست، آزمایش DNA از اون گرفته شده و قرار شد که مأموران پرونده‌های دختران جوان گم شده در اداره‌های پلیس سراسر کشور رو بررسی کنند. همچنین متهم پرونده و خواهرش برای بررسی سلامت روانی به پزشک قانونی معرفی شدند. با انجام آزمایش‌های DNA هویت جسد هم به دست اومد و مادر مقتول در تحقیقات گفت دخترم بیماری MS داشت. اون بعد از طلاق از خانه خارج شد. مدتی بعد با من تماس گرفت و گفت به تهران رفته و با مرد جوانی آشنا شده که در کارهای خدماتی هتل مشغول به فعالیت است. وقتی با اون مرد صحبت کردم به من گفت دخترم نزد اونه و قراره که با هم ازدواج کنن، اما نمیدونم چرا دخترم رو به قتل رسون. نهایتاً بعد از سالها رسیدگی قضایی سعید از سوی قضات به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد و با تایید این حکم در دیوان عالی کشور پرونده برای اجرای حکم به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. اون همچنین در مورد اتهام قتل هم که در شعبه 6 دادگاه کیفری محاکمه شده بود با رأی قضات دادگاه به قصاص محکوم شد. به پایان یک پرونده دیگه از سری پرونده‌های کانال سرنخ جنایی رسیدیم. ممنون که تا انتهای این پرونده هم همراه من بودید.